شاید اینو ندونید بچه‌ها، اما یوتیوب خودش یک کانال غیر رسمی یوتیوبی داره که توسط کارمنداش اداره میشه و توش به سوالات کریتورها، به سوالات تولید کننده‌های محتوا جواب میدن. میتونم بگم که سالهاست که هیچ ویدیویی از این کانال رو من از دست ندادم، یعنی تقریبا همه رو دیدم، چون هر ویدیویی یه تیکه از یه پازل بچه‌ها و ما رو با الگوریتم یا مغز سیستم بیشتر آشنا میکنه. و سلام بچه‌ها، تو این ویدیو 10 تا از خاص‌ترین و عجیب‌ترین خاصیت‌های الگوریتم یوتیوب رو بهتون توضیح بدم، در اختیارتون قرار بدم، به استناد البته کریتور اینسایدر، به استناد این کانال مخفی. چیزی رو از خودم نمیگم، مواردی هستش که کمتر جایی در خصوص صحبت شده و به درد کسایی میخوره که عاشق تولید محتوا تو پلتفرم یوتیوب. با آن همراه باشید و موارد رو از دست ندید. شماره 1، بهتر یوتیوب تیوی رو جدی بگیرید بچه‌ها و ویدیوهای بلندتر بسازید. خود یوتیوب به صورت رسمی اعلام کرده که امسال واچ تایم تیوی بیشتر از موبایل بوده توی امریکا و این خیلی عجیبه. توی گزارش دیگه گفته که روزانه 1 میلیارد ساعت توی یوتیوب تیوی ویدیو میبینن ملت. وقتی میگیم یوتیوب تیوی یه پلتفرم مجزا نیستش، یعنی نباید یک سری ویدیوهای خاص بسازیم برای یوتیوب تیوی که بخواد توی تیوی ایمپرشن بشه. اما یه ترفندی وجود داره و اون اینه که اگر ویدیوهای ما کوتاه باشه، اگر مثلا 2 دقیقه 3 دقیقه زیر 8 دقیقه، شانس کمتری وجود داره واسه ایمپرشن توی تیوی. معمولا اصلا میگیم که بالای 20 دقیقه. این شکلی اگه کسی بخواد حرفه‌ای کار بکنه میگیم ویدیو بالای 20 دقیقه بساز تا از طریق تیوی شانس بیشتری داشته باشه برای ایمپرشن، برای پیدا کردن مخاطب جدید. پس این فرصت رو جدی بگیرید اگر پروژهتون، اگر ایدهتون راه میده. شماره 2، هشدار در خصوص حذف نکردن ویدیوها. خیلیا این رو میدونن که نباید ویدیویی رو حذف کرد، اما چرا؟ اصلا این از کجا اومده؟ ببینید بچه‌ها، یه مثال ساده براتون میتونم بذارم. تصور کنید که یه کانال شما رو اندازی کردی، یه شهر یوتیوبی جدید رو، ویدیو اولش رو پابلیش میکنی و مثلا 100 تا دونه ویو میگیره. اوکی؟ و شما بدت میاد، میخوای اصلا پاکش کنی، به دردت نمیخوره. یوتیوب میگه که اگر اون ویدیو اول پاک بشه، اون 100 نفری که آشنا شدن با همون ویدیو با کانال شما، اونا راه ارتباطیشون قطع میشه. یعنی ویدیو 2 رو بذاری، من دیگه با اون 100 نفر کاری ندارم، به اونا ایمپرشن نمیکنم، چون سابقه الگوریتمی رو تو زدی پاک کردی. بهتره اگه از ویدیو خوشمون نمیاد آنلیستش بکنیم. وقتی آنلیست میشه دیگه این اتفاق واسش نمیفته، یعنی سابقه الگوریتمیش پاک نمیشه. اما در خیلی از مواقع خب نمیشه دیگه. مثلا شما خلاف پلیسی عمل کردی، ممکنه بعضی از ویدیو رو بخوای پاک بکنی. همین الان تو رسانه خود من خیلی از ویدیو رو پاک کردم دیگه، تو رسانه اصلی رامونتاله. چرا؟ چون که یه گیر داد گفتش که خیلی از ویدیوها مشکل داره، خیلی از تامنیل ها مشکل داره، اصلا من بعد دیگه حوزه مثلا بیزنس نیاد اغراق نکنه، نگه که اینقدر دلار از این روش، یه همچین گیرایی به ما داد. پس در خیلی از موارد شما مجبوری پاک بکنی، در خیلی از موارد اصلا اعتبارت در میونه. مثلا ما آموزشی رو دادیم که امروز دیگه منقضی شده اون روش، اصلا دیگه کار نمیکنه. خب چرا باید تو کانال باشه؟ پس مجبورید که در خیلی از موارد تم بدید به پاک کردن. اما موردی که پیش میاد همینه، سابقه الگوریتمی اون ویدیو خاص. یعنی اون ویدیو هر چند تا ویور که گرفته، مثلا چون نیو گرفته، در خیلی از مواقع واسه نیو این اتفاق میفته دیگه. اگه سابقش پاک بشه به ضرر ماست، وگرنه ریترن که کسی که داره ویدیوها رو میبینه که بالاخره اون ویدیو اگه پاک هم بشه از طریق ویدیوی دیگه ای دیتاش هست. اما یک سری افرادی که تصویب همون مثالی که زدم اول، کانال تازه تاسیس، فرض آسان بر این بگیرید و یه ویدیو منتشر کرده، 1000 تا ویو گرفته، حالا شما اونو پاک میکنی. اون 1000 نفری که با اون کانال آشنا شدن تو ویدیو دوم سهمی ندارن، انگار بازی از نو شروع میشه تو ویدیو 2. پس اینم منطق این که چرا نباید، چرا بهتره ویدیوی پاک نشه. شماره 3 عزیزای دلم، یوتیوب به صورت رسمی گفته که سابسکرایب غیر فعال قاتل کانال شما نیستش. ببینید اصلا منطقیه. در خیلی از مواقع گذر سالیان سال، مثلا از سال 2021 من تا به امروز تو صنعت آموزش هستم، تازه تعداد صاحب مثلا شده چون 70000 تا 80000 تا. این 70000 تا خب خیلی هاشون مثلا از سال 2020، از سال 2021 با من در ارتباطم. ممکنه اصلا اون اکانت حذف شده باشه، طرف اصلا استفاده نمیکنه، طرف علایقش تغییر کرده، نوجوان بوده مثلا من رو دنبال کرده، امروز دیگه اصلا شغلش مشخصه، اصلا سمت و سوی ویدیو من نمیاد. خب اینا میشن مخاطب روح.
اوکی. حالا یوتیوب میگه که من اصلا اینا رو کاری ندارم. وقتی تو ویدیو تازه منتشر میکنی مثلا به اینا ایمپرشن نمیکنم. کسی که اکانتش غیر فعاله، کسی که اصلا علاقش عوض شده، ویدیو تو رو بهشون پیشنهاد نمیکنم که ضرر نکنی. من با توجه به کسایی که علاقه‌مند هستن تو همین 6 ماه اخیر، 1 سال اخیر پیدا کردن، هی دارن نگاه میکنم ویدیو رو، ریترن دارم میکنم، به کسی که علاقه‌منده زنده هستش به اون پیشنهاد میکنم ویدیو تو رو. پس هیچ اتفاقی نمیافته حتی اگه صدها هزار مخاطب روح داشته باشیم. البته ببینید از لحاظ برندینگ مشکله. مثلا شما تو فضای اینترنشنال میبینی که طرف 800,000 تا ساب داره، 15 سال داره کار میکنه، اما مثلا ویدیو آخرش 3,000 تا ویزیت گرفته، 5,000 تا ویزیت گرفته. از طرف دیگه رسانه‌ای رو میبینی که اصلا تازه وارده اما هر ویدیوش 500,000 تا 300,000 تا. از لحاظ برندینگ واضحه که لطمه میزنه اون تعداد ساب زیادی که فید زیادی رو نمیزنه. اما حداقل از منظر یوتیوب مشکلی نیستش، یعنی جریمه شما دریافت نمیکنه. اصلا منطقیه شما ممکنه رقیب من یهو بخواد یه سری اصلا سابسکرایب فیک بریزه تو این کانال که بخواد داغون بکنه کانال رو. یوتیوب اجازه نمیده و به اون سابسکرایبر فیک اصلا ویدیو جدید رو پیشنهاد نمیکنه. کل چیز که دارم توضیح میدم همین. بریم سراغ مورد بعدی یا فکت بعدی، فکت 4. ببینید معمولا وقتی یک رسانه تازه تأسیس رو ایجاد میکنید، ویدیو اولش بونوس داره، یه پاداشی داره. حالا اوایل ما میگفتیم پاداش، لمس کرده بودیم این پاداش رو. وقتی رسانه تازه بالا می آوردیم میدیدیم که ویدیو اول حالش خوبه. بعدها از طریق همین رسانه‌ای مثل اینسایدر کریتور من متوجه شدم که داستان از این قراره که چون رسانه تازه وارزه، چون که هیچ بکی نداره، اون ویدیو میره تو فاز اکسپلور، یعنی یوتیوب هی میچرخه که مخاطب پیدا کنه و این در خیلی از مواقع به نفع ماست. یعنی ویدیو اول رشد خوبی میکنه. ملاک اصلی نیست، یعنی تضمین نیست وقتی که پالسای منفی دریافت کنه همون لحظه اکسپلور رو استاپ میکنه، دیگه کشف نمیکنه مخاطب جدید رو. اما اگه شرایط خوب باشه بهتر از هر ویدیوی دیگه‌ای بازخورد داره. نمونهش مثلا تو همین چند تا رسانه جدیدی که به تازگی من ایجاد کردم تو نیچ‌های مختلف، تو همشون بخواید نگاه کنید ویدیو اول انگار حالش از بقیه بهتر. یه جورایی میتونم بگم که شیرفلک ایمپرشن یا پیشنهاد ویدیو تو ویدیو اول بهتر از حالا ویدیو دوم، سوم، چهارم. استثنا هم گفتم وجود داره، هیچ تضمینی هم نیستش، اما خب لمسش کنید دیگه، تست کنید، به این نتیجه میرسید. فکت شماره 5 بچه‌ها. امروز یوتیوب به واسطه مجهز شدن به ابزارهای هوش مصنوعی ویدیو شما رو میفهمه و این خیلی جالبه. ویدیو رو میبینه، ویژوالش رو، صوت رو میشنوه. با گذشته متفاوت عمل کرده الگوریتم. در گذشته واسه اینکه بفهمه که ویدیو شما در خصوص چیه به تگ ها رجوع میکرد. 10 سال پیش، 12 سال پیش شما مشخص میکردی که موضوع ویدیو در خصوص چیه. بعدها تگ ها رو حذف کرد، چون که نه اینکه حذف بکنه، زورش رو کمتر کرد، چون گفتش که باعث تقلب میشه. خود موتور از طریق عنوان، از طریق دیسکریپشن، شرح ویدیو، از طریق اوتو کپشن، یعنی سریعا وایس رو تبدیل به متن میکرد شما چی داری میگی و بعد تو متن رو میگشت دنبال کلید واژه هایی که بفهمه که اینو کجا با دسته‌بندی بکنم. یا اگه چون فوشی ناسزایی تو ویدیو هستش بخواد اخطار بده، بگه آقا من اینجا پیدا کردم تو کلامت. اما امروز این سیستم ابتدایی همه حذف و هوش مصنوعی میاد قشنگ تو ویدیو میبینه، میشنوه. معمولا چه میدونم کریتورها امروز میگن که تو 30 ثانیه اول ویدیو تکلیف ماجرای محتوا رو، تکلیف چه میدونم ویدیو رو هم برای مخاطب روشن کنید و هم برای هوش تو همون 30 ثانیه. یعنی از کلید واژه‌های استفاده کنید که بالاخره هوش بتونه درست دسته‌بندی کنه. به عنوان مثال مورد شماره 6 که به نظرم فکت خیلی مهمی هستش. ببینید یوتیوب به صورت رسمی میگه که من ویدیوی شما رو رتبه بندی نمی‌کنم، من به رفتار بازدید کننده نگاه می‌کنم. یعنی خود الگوریتم هیچ دخل و تصرفی توی نداره که آیا این ویدیو خوبه یا بده. فقط بیننده چی میگه. اگه پذیرفت الگوریتم هم معرفیش میکنه، اگه نپذیرفت الگوریتم استاپش میکنه. وقتی چنین موضوعی مطرح میشه خود یوتیوب دوباره میگه که پس تنبیه کانال، امتیاز منفی، اینا هیچ کدوم وجود خارجی نداره. اگر حتی ویدیو امروز شما یه ویدیو فلاپ شد، یه ویدیویی شدش که زحماتتون به باد رفت، اصلا مخاطب نپذیرفت، بازدید بسیار کمی رو ایجاد کرد، این ربطی به ویدیو بعدی شما نداره. خب همون موضوع رو اگه انتخاب کنی آره اونم فلاپ میشه. اما اگه یه موضوع دیگه ای باشه، چون من به رفتار کاربر دارم نگاه میکنم، ممکنه کاربر بپذیره.
کانال تو جریمه نشده، کانال تو به مشکل بر نخورده، حتی که به مدت طولانی شما ویدیوهایی رو بگیری که ویدیوهایی رو بسازی که بازدید کم نصیبت میشه. پس به این نکته توجه کنید، بهونه نگیره مغزتون کانال تنبیه شد پس دیگه به درد نمیخوره. رفتار بیننده، در خیلی از مواقع شما رو موضوعاتی کار میکنی که امروز مده، 6 ماه دیگه رفتار بیننده عوض میشه، اصلا بیننده دوست نداره دنبال کنه، شما میندازی گردن الگوریتم، گردن اینکه کانال رو تنبیه کرده. به این موارد توجه کنید. مورد شماره 7، نظرسنجی یا سروی یوتیوب. شاید دیده باشید بعد اینکه یه ویدیو رو میبینید از یک کریتوری ازتون سوال میپرسه که آیا این خوب بود ویدیو یا بد بود، باید بهش ستاره بدید، باید بهش امتیاز بدید. یوتیوب به صورت رسمی میگه که سروی من از CTR اهمیتش بیشتره. در خیلی از مواقع ممکنه کریتور یه عنوان کلیک بیت بسازه، عنوانی که شما رو ترغیب میکنه به کلیک کردن، روش کلیک میکنید اما میبینید که محتوا داغون است، چیزی واسه ارائه نداره. اینجا شما رو ویدیو کلیک کردی، پالس مثبت به سیستم دادی که آقا هی دارن رو ویدیو کلیک میکنن، اما تو سروی اگر تو اون نظرسنجی اگر امتیاز کم بدی، الگوریتم میفهمه که این ویدیو به درد نمیخوره، پس ویدیو اون شخص رو دیگه از داستان ایمپرشن یا پیشنهاد خارج میکنه. میخوام یعنی به کریتورها بگم، به تولید کننده محتوا بگم که آقا خیلی مهمه که جوری مخاطب رو راضی کنیم که حتی اون سروی رو هم درست پر کنه، یعنی امتیاز بالا بهمون بده اون نظرسنجی که میاره. میریم سراغ مورد شماره 8. اینو فکر می‌کنم خیلیاتون شنیدید چون خیلی دقیقش صحبت کردم. ببینید یوتیوب بارها گفته که فضای شورت و فضای لانگ دو تا جزیره مجزان، ربطی به هم دیگه ندارن. پس عملکرد ضعیف ما، فکر کنید توی کانالی هم شورت می‌ذاریم هم لانگ، هم ویدیو کوتاه هم ویدیو بلند. عملکرد ضعیف ویدیو کوتاه ربطی به لانگ نداره، اون خراب نمی‌کنه. و عملکرد ضعیف لانگ هم ربطی به شورت نداره. هیچ ربطی اینا به هم دیگه ندارن. اوکی؟ پس خیالتون جمع. اگر خواستید ترای بکنید، مثلا توی یک رسانه‌ای که لانگ میذارید شورت بذارید، چه نتیجه بگیره چه نتیجه، هدف یه جا باشه. هدف اینه که مثلا از من لانگ نتیجه میگیرم، میخوام 4000 ساعت و 1000 تا رو پر کنم، شورت میتونه کمک بکنه بخیر و ربطی به هم دیگه ندارن. اوکی؟ طبق اعلامیه رسمی خود یوتیوب. فکت شماره 9 که خیلی فکت جالبی هستش. یوتیوب به صورت رسمی اعلام کرده که تغییر تامنیل یا عنوان باعث ارزیابی مجدد ویدیو میشه. یعنی اگر مدت زیادی از یه ویدیویی گذشته، عملکرد خوبی نداشته یا حتی مدت کوتاهی گذشته، بعضی از مواقع من ظرف 72 ساعت هم ممکنه عنوان رو مثلا تغییر بدم، جور دیگه ویدیو رو سئو بکنم، این باعث میشه که مجدد موتور ویدیو رو ارزیابی بکنه و ممکنه ایمپرشن‌های جدید دریافت کنید، ممکنه ورودی جدید دریافت کنید. در خیلی از مواقع به نفع منه، در خیلی از مواقع اتفاقی رو رقم نمیزنه. اما باز تاکید میکنم داخل همین کریتور اینسایدر یوتیوب تاکید کرده، یعنی تایید کرده، عذرخواهی میکنم، مبنی بر اینکه باعث ارزیابی مجدد ویدیو میشه، تغییر عنوان یا حتی تامنیل. فکت آخر، فکت شماره 10. یوتیوب بچه‌ها اعلام کرده که اگر ویدیوهاتون رو چپتر گذاری کنید، بخش بندی کنید، توی سرچ خود گوگل، این موتور گوگل، سرچ تحت وبش، به صورت کی مومنت ایندکس میشه محتوای شما. یعنی طرف تو وب داره سرچ میکنه، یا قسمت خاصی که داره سرچ میشه تو محتوای شما پیدا میشه توی چپترز و اون پیشنهاد میشه. شاید دیده باشید. پس به نفع ماست که چپتر بندی هم بکنیم، خصوصا مثلا تو مباحث آموزشی که زیاد سرچ میشه یا تو موضوعاتی که بالاخره ترند شده، مخاطب داره سرچ میکنه تو سطح وب. ما با چپتر بندی ویدیو خودمون رو تو سرچ گوگل جا میدیم. این هم یه نکته جالبه دیگه. چیزی که نمیمونه، امیدوارم به کارتون بیاد. ابتدای آموزشم گفتم تمامی دیتایی که در اختیارتون قرار دادم هر 10 مورد به استناد کریتور اینسایدر بود، کانال غیر رسمی کارمندای یوتیوب که دیتای جالبی رو به ما میده. ممنون که تا این ویدیو همراه من بودید. امیدوارم استفاده کرده باشید. اگه سوالی داشتید تو کامنت ها بپرسید. تا آموزش بعد.